صحابه ها میگن که ما ندیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مکان یگان جزئی خانه کعبه را با دستاشان مالند و تبرکی کنند غیری همین دو رکن یمانیه که چند سنگه ها هست، پرده کعبه کشادگی هست، همونجا میتوانید اگر نزدیک شده دستانتان را به آن مالید، سنت است. اما حجر الاسود را آن رکن یمانی را بوسه کردن مشروع نیست، فقط مالیدن با دست، رسانیدن دست. اما حجر الاسود را بوسه کردن یا دست را رسانیدن یا مثلا از دور اشاره کردن، اینها به حجر الاسود اشاره است. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین خانه کعبه فقط همین دو رکن را با دستشان مالیدند، دیگر جایها را تبرکی نکردند. چه خیلی که حاجی ها میکنن، این غلط است. نه، چیزی که شریعت نگفته است برای چی میکنید؟ در کجای دیدید که قرآن آمده است؟ در کجای حدیث آمده است؟ باور نکنید به قول آن شخصیت هایی که کردن گرید تبرکی است. تبرکی نیست، او یک سنگ است. همون چیز تبرکی است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر همون را بوسه کرده باشند یا دست خود را رسانیده باشند.